السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و هموطنان عزیز، خدا کنه که در هر جایی که هستین سلامت و سربلند و کامیاب و موفق و مؤید باشین، کاملا خوشحال و خرسند باشین. امروز ما در خانه یک مادری هستیم که چند روز پیش در نوار این مادرمان در سایت های اینترنتی دور میزد و درخواست میکرد و خواهش میکرد از برادران که با کمک من، با یاردم من، با سراغ من بیایید. وقتی که این نوار به چشم برادر عزیزی ما حاجی شرف جان افتاد و سراغ مادر را پیگیری کرد. امروز که هستیم ما در کنار این مادر قرار داریم و این مادر مهربان ما دو فرزندش معیوب است، یکی محمد جان که عبدالله جان و دیگری محمد جان. انشالله که وقتی که ما از حال این مادر آگاه شدیم که واقعا هم یک حالتی وزبین و یک زندگی دشواری را داره از سر میگذرانه، برادر عزیزی ما حاجی شرف جان باز تصمیم گرفت که یک خانه برای اینها توفه میکنه و دعای این مادر غم دیده را و دعای این عبدالله جان و محمد جان میگیره تا که اینها در یک آرامیش، در یک خانه زندگی کنند که دیگر هیچ کس در ایو را نکوبه که شما پول کوارتیره نداده و به آزار ایو بیاید. و عبدالله جان انشالله که این حاجی شرف برای شما یک خانه میخواهد توفه کنه، شما این قدردانی برادر چه خیلی میپذیرین؟ در حق این چی دعا میکنین؟ در حق برادر من از دعا میکنم که خداوند دست دعا به سوی تو برداشتم. یا رب من دست دعا به سوی تو برداشتم پروردگار ما، مثل حاجی شرف برادرم حاجی شرف و مثل برادر بندات الله بسیاریاش پروردگار به خیر پروردگار ما. آمین. راه خیر براشون نشان بده پروردگار مهربان. این برادر الله تو شاهدی که این برادر بابا کمکنی آمد. الله اول از تو راضی میشم، اول از تو میندارم الله که در دل برادرم پروردگار ایمان ترس خطا جا کردی و پروردگار ایمان ترس خطا جا کردی و در دلش یک مهر و محبت را جا کردی که برادر و سوی ما شتابان آمده. الله مهربان ما کمک میکنه، دست کمک خچه دراز میکنه. الله در عوض کارش الله هم در دنیا مکافاتش بده، هم در آخرت. هم در دنیا عزت حرمتش بده، هم در آخرت. الله مهربان در جنت یک قصر رو براش آماده بگردم. الله که الله مهربان از امرای جنتی به این برادر نصیب گردان. اللهم اغفر لوالدین و للاستاذ و للجمیع و المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد جان این دعای عبدالله را در حق برادر عزیزمون شرف جان گرفتیم. خیلی چی دعاش میتی؟ خدا جان خیلی کده که شده پناهش و درگاهش قبول بگردونه. آمین آمین. الله اکبر. این انشاءالله که واقعا هم درد فرزند خیلی درد جانسوزی هست، درد وزبینی هست، درد سنگینی هست. در عوض این بسیار یک بگیم مصیبت است که این یک غم است که درد فرزند خیلی غم کلان است. از خدا میخوام که صبر جمیل و اجر عظیم برای این مادر عزیزمون و همسری ارزانی بسازه پروردگار. مادر عزیز انشالله که نه حاجی شرف جان برادر عزیز ما تصمیم گرفته است که یک خانه برای شما توفه میکنه. شما انشالله که زیغ نشین و دیده نکنین، فقط در حق این برادر عزیز ما دعاگو باشین.
خی محمد جون، این عبدالله جون، مادر عزیز، انشالله خودت فقط در حق برادرمون دعا کن. انشالله که ما خانه را میگیریم، برای شما توفه میکنیم. الله نگهبانتون باشه و همین غیرت و همین همت و همین جوانمردی که برادر عزیز ما حاج شرف جان داره در قلب هر یک صاحبکار، هر سرمایه‌دار، هر یک شخصی که امروز قوت توانایی داره، خدا جا کنه که همین به سراغ کمبغلان و کم بضاعتان و نیازمندان بیاید. موفق و مؤید و سربلند باشین. آمین. باید به فریادش رسید، بعد مردن بر سنگ مزارش خاک پاشیدن چی سود؟ وقتی که زنده هستیم به قدری برادری، به قدری دوستی، به قدری نزدیکا و اقربای خود باید برسیم. ببینیم که امروز برادر حتی یاردم نمیکنه، کمک نمیکنه، دستگیری نمیکنه. این کاری که برادر ما حاج شرف جان میکنه، این نشان دهنده کامل بودن این ایمان این برادر ما، نشان دهنده محبت این به اسلام و به قرآن و به شریعت که دوره این کارا را میکنه تا که اجر و ثواب و رضایت پروردگار را به دست بیاره. برادران عزیز، به قدر همدیگر برسین و برادری را گم نکنین. احترام والدین و احترام همان خواهرهامون و نزدیکامون را بکنین، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا يدخل الجنه قاطع الرحم، داخل جنت نمیشه کسی که قطع رابطه با برادراش و خواهراش و نزدیکاش میکنه. خدا کنه که عمل کردن این قانون اسلام و قانون قرآن در دل یک و یک ما و شما جا کنه که احترام برادر و خواهر و نزدیک و پیوند و اقربا را داشته باشین. پروردگار همه خوبی ها و نیکی ها را برای برادر عزیز ما بازم حاج شرف جان نصیب بگرداند. ای برادر صاحب کار، گر تو را داد و خدا دولت و ملک و حشمی، بایدت کرد نگاه بر هر خسته نگاهی کرمی، تا توانی زیدنت حاجت مردم برار، بدم یا قلم یا درم. الله مهربان مال و ثروت و دولتی همگیتون زیاده بگردونه و در دلتون الله همین محبت خیر کردن و راه خیر کردن نشان بده که به سراغ چنین نیازمندان بیاییم. الحمدلله که امروز وطن آباد داریم، وطن امن داریم، وطن صلح و ثبات و تنجی داریم. دعا کنیم که این تنجی، این صلح و ثبات، این اتفاقی و اتحادی و برادری و اخوتی که در وطن عزیز ما تاجیکستان است، این پایدار باشه، دائمی باشه، برقرار باشه. همه هموطنان عزیز ما دائم خرسند و خوشحال باشند. آمین یا رب العالمین. این ما حجت به این مادر عزیزمون توفه میکنیم و از مادر در حق برادر عزیزمون حاج شرف جان طلب دعا میکنیم و از عبدالله جان در حق برادر دعا میپرسیم و از محمد جانین مادر عزیز من اینا خداوند مبارکت بگردونم و خوبی ها را در این خانه ببینی. اینا مادر در حق برادر عزیز ما شرف جان دعا کن. خداوند دعا که من خداوند پروردگار در آمین سربلند باشه. پروردگار خداوند موشه دراز کنه که همی فرزندکای من و معیبوی من در 20 سال در احترامش هم یارا که دستگیری کرد اومدن در کمک خانه داد. خداوند خیر کرده که شد در باش قبول بگردم. پروردگار در اون دنیا همه وقت سربلند باشه. پروردگار خدا پدر و مادری که همین بد دودره که من که به دنیا آورده، خداوند پروردگار جاشون جنت کنه. پروردگار دای بیشتر برشون کشنده بگرداند. خداوند دودره که من در کجایی باشه همه وقت سربلند باشه. آمین. پروردگار دستی که ما نبینه فرزنده باشه عمری دراز بتنی سهل پروردگار خداوند در اون دنیا همه وقت سربلند باشه و در بیشتر کشاده بگردانی. پروردگار همه قصرهای با جنتی را بروش بگردانی. پروردگار خداوند چی مراد چی مقصد داره به مراد مقصدش برسه که دستی هم بچه‌های مرا خداوند یکمین بار در این قصر سال ما دیدم که فرزندای من هم یک بار چهره خنده کردن که آمین.
اینا محمد جان خود گفتی که یک خانه ما نیاز داریم به یک خانه، یک کسی هست که برای ما خانه بخره. اینا الحمدلله که برادر عزیزی ما حاجی شرف جان برای شما یک تحفه کرد. ما از تو میگیم که در حق او دعا کن. خدا جان بزرگ تکی جای باشن، سربلند باشن، خدا جنت در آمین. باز کنن، خدا جان جنت فردوس نصیب گردونه. آمین. الله اکبر. عبدالله جان خدا چی میگویی؟ این توفه مبارک کن شوی خونه و من سه سخن میکنم باید دوام بتیم انشاءالله. من در کدام وقت در دل من همه وقت دوام میکردم که یک انسان پیدا شود که من دستی کمک دراز کنم. من وقت دوام میکردم، شب ساعت دی شب خیسته دوام میکردم، میگفتم خداوند من یک بنده تا بفرست که با تقوا باشه و از برای تا همه کار بکنه، برای تا همه کار در راضی باشه. من دعا را کردم، الله گفت مرا به یک انسان با تقوا رو برو بگردم. فقط دوام میکردم. من ویدیو یک سبب شد، من الله طلب کردم، بسیارتر از الله طلب کردم که الله خودش میگه که کدام بنده ما که سه بار یا الله یا الله یا الله بگه، الله 10,000 بار لب میگه گوزم بندم گوزم میگه چی مراجعاتی داری، چی خواهشی داری گوزم من اجرا کنم. من دعا میکردم که برای من حاجی شرف جان برادرم در با تقوا بودن چی اعتقاد کردم که می وقتی که من دعا کردم دست دعا بسوی الله برداشتم، گفتم که برادر من به من بفرست که از تو بی‌ترسه، از تو بی‌ترسه با تقوا باشه، علم داشته باشه. گفتم برای من بفرست. گفتم الله از من دور سر نگذاشته، الله برادر برای من فرستاد. یا الله برادر، الله مهربان برادر برای من فرستاد. من در حق برادر دعا میکنم. الهی آمین. ای رب من الله مهربان، من دعا کردم با سوی تو، دعا کردم دست دعا برداشتم. الله 100 مراتب شکر میکنم که دعای مرا اجابت کردی و پروردگار مهربان ای برادر حاجی شرف جان برای من فرستادی، برای من فرستادی و بسر من آمد و دست کمکش با من دراز کرد. پروردگار من در این وضعی من چی میخوام از تو الله؟ از تو میخوام الله که به مثل که دعای مرا قبول گراندی دعا میکنم برادر الله مهربان ای برادر مرا اولا پروردگار من ایمانش مستحکم بگردم، مستحکم چنان مستحکم بگردم که در لحظه که نام تو را شنید آبی دیدش بریزه و حالتی که پروردگار ما تقواش مستحکم بگردم. اولا پروردگار من از دنیا در روی بهشت برای برادر ما باز بگردم. پروردگار ما جنت فردوس نصیبش بگردانی، قصرهای بهترین برای برادر نصیب گردانی. الله مهربان دعای مرا اجابت بگردان. این برادر پروردگار ما در این دنیا پروردگار ما در عوض خیراش پروردگار 1000 بار بتشه. پروردگار مال ثروت چنان زیاده بگردان که با دیگه معیبا و با دیگه کمزاتا دست کمک خودش دراز کنه و دیگران یاردمش برسه. الله مهربان این برادر من در کجای باشه در حفظ پناه نگهش بداری. پروردگار مهربان از تمامی تهمت ها، از تمامی غیبت هایی که در روی دنیا هستن، چی آفت هایی است الله برادر مرا نگه بداره از این گونه حالت. پروردگار ما فرزنداش عمرش دراز بگردونه. پدر مادرش اگر که در قید حیات نباشن پروردگار ما جاشون جنت بگردونیم. پروردگار روشون شاد بگردونه که هستن عمری دراز براشون طلب کن. برادر پدر مادر برادرمون در قید حیات بودیم، پروردگار عمرشون دراز کن. پروردگار مهربان از این گونه پدر مادر راضی باش که الله مهربان چنین فرزند رو به دنیا آورد. آمین. پروردگار مهربان در حفظ پناه نگه بداری برادر مرا. اللهم اغفر لوالدینی و لاستاذی و لجمیع المؤمنین و المسلمین برحمتک. ماشاءالله ای برادر صاحب کار، هرگز مباش کی نگیر، دستی معیوبان را بگیر، برنا دلی یا این که پیر خواهی نخواهی می روی. سود ندارد سیم و زر، از راه شیطان کن حذر، شاهزاده باشی هم اگر خواهی نخواهی می روی. دنیاست چون دریا روان،
مانند آن دریادلان از این زمین از این مکان خواهی نخواهی میروی. دنیا گذراست، دنیا بی‌وفاست. خدا کنه که توفیق برای همگی ما و شما رفیق بگردونه که چنین کاری خیر و چنین کاری خوب داشته باشیم که هم خدا از ما راضی شود و هم بنده های خدا فرزندی باشیم که پیوند و جگربندی برای پدر و مادر باشیم که باغ دل باشیم. با نیکی نام پدر و مادر بالا کنیم و نه به بدی. خوش به حالی پدر و مادر شما برادر عزیز حاجی شرف جان که چنین فرزندی به غایه رساندن تربیه کردن که نامبرداری نیک پدر و مادر است. الله مهربان کامیاب و موفق و مؤید باشیم. الله